ایستگاه راهی آهنی دوشنبه. با گذشت نزدیک 2 سال قطارهای مسافربری خط‌سیرهای بیرونی در این ایستگاه به حرکتند. در دالان و داخل بنای ایستگاه تقریبا کسی به مشاهده نمی‌رسد. مثل که هیچگاه این مکان پرآدم و سرتشویش نبود. این ضربه همگیر کووید 19 به بخش مسافرکشانی از طریق قطار است. ولی مسافران امید دارند که روز باز خط‌سیرهای قطارها به خارج کشور خصوصا روسیه دوباره باز می شود و آنها با قیمت‌های دسترس به مهاجرت کاری می روند. با پویز خوبتره و ما میرم چرا نمیرم؟ سمادویت کم تا قیمت‌تره که هسته که نمیشه. مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان بدون صحبت نزد نوارگیر گفتند هنوز هیچ خبری از باز شدن راه قطارهای مسافربر تاجیکستان به سوی روسیه نیست. قطارهای مسافربر تنها در خط‌سیرهای داخلی، آن هم به سمت کولاب و ترسونزاده فعال است. با علت بسته بودن مرزها برای قطارهای مسافربر، حتی قطارها از دوشنبه به کانیبادام هم فعال نیست. برخی مسافران می‌خواهند به کشورهای همسایه نظیر قزاقستان و ازبکستان با قطار سفر کنند. میشود با که پویز ارزانتر نسبت به سمایل. راه آهن یکی از واسطه‌های اصلی سفر مخصوصاً مهاجران کاری به روسیه و دیگر کشورهاست. اما آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه با دلیل خروج همگیر کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر با تاجیکستان را موقتا قطع کرد که تا حال این امر بیکار نشده است.